سلام دوباره، خوش اومدیم به قسمت ششم از چالش رسیدن به ریتینگ 500 توی سایت chess.com. بریم و اولین حریفمون رو امروز پیدا کنیم. خب من دکمه پلی رو میزنم. حریف ما با ریتینگ 392 از کشور فرانسه و ما با ریتینگ 415. بریم که بازیمون رو شروع کنیم. خب پیاده D4 کرد. در واقع ما میتونیم اینجا پیاده D5 کنیم، میتونیم پیاده E5 کنیم یا حتی میتونیم اسب F6 بازی کنیم. در واقع من دوست دارم اسب F6 بازی کنم و یه جورایی غیر مستقیم این خونه ها رو کنترل کنم. فیلش رو آورد بیرون، مسئله ای نیست. من میتونم اینجا پیاده دوست دارم در واقع پیاده D5 بکنم که دیگه نذارم این پیادهش رو برونه و فیلم رو منم دوست دارم گسترش بدم. و بعد این قطر در واقع فیل رو میخوام ببندم. این فیل من چون قراره بعدها حتی من میتونم الان تعویض نکنم، میتونم فیلم رو عقب بشینم و در واقع همچنان روی این اسبش فشار وارد کنم، یا حتی الان میتونم فیلم رو تعویض کنم و بعد حالا میتونه با پیاده هاش بزنه و پیاده هاش دوبل میشه. من دوست دارم این فیل رو تعویض کنم در واقع با اسب، چون این فیل قراره فیل خوب ما محسوب نشه با اون ساختار پیاده همیشگی که قراره بازی کنیم و پیاده همون رو تو خونه سفید قرار بدیم. خب الان این قطر رخش باز شد، به نفعشه، ولی خب ساختار پیاده ایش هم دوبل شد. در واقع این فیلش هم دیگه الان نمیتونه از این در واقع فینکتو بکنه و از این قطر ما فشار وارد کنه. خب من دوست دارم ساختار پیاده ایمون رو سریع تشکیل بدم، به این پیاده فشار وارد کنیم. میتونیم با روندن این پیاده بهش فشار وارد کنیم. بله همین کارم میکنیم. در واقع یه جور فرانسه و فرانسه خوب هست. توی فرانسه این فیل سفید ما فیل خوبی نیست توی دفاع فرانسه، ولی الان دیگه ما این فیل رو نداریم و هیچ مشکلی باهاش نداریم. خب من اینجا ترجیحم اینه که تعویض کنم. خب بریم یه مقدار وزیرش رو اذیت کنیم. در واقع من با تمپو هم در واقع سوار سبکم رو گسترش دادم و هم به وزیرش حمله کردم و خب کار اشتباهی کرد که با وزیرش زد. الان مجبور وزیرش رو در واقع یه حرکت دیگه مصرف کنه و وزیرش رو برگردونه. خب بریم دوباره دنبال حرکات گسترشی باشیم. فیلمون رو گسترش بدیم، قلعه بریم و از اونجا ببینیم که جریان بازی به چه سمتی میره. در واقع ساختار پیاده‌ای ما داره نشون میده که ما باید به جناح در واقع وزیر حمله کنیم، چون که در واقع پیکان و جهت ساختار پیاده‌ای ما داره این جهت رو نشون میده. کارهای خوب میتونه باشه این قطر تقریبا این ستون نیمه بازه، میتونیم رخمون رو توی این ستون وارد کنیم. حواسمون باید به این قطر در واقع فیلش باشه. میتونیم در واقع رخمون رو توی این قطر ستون وارد کنیم و به این پیاده فشار بیاریم با روندن این پیاده. خب کار خاصی نمیتونه بکنه. من قلعه‌مو میرم، حداقل فعلا نمیتونه کار خاصی بکنه. حتی بهترین حالت اینه که میتونه فیلش رو اینجا بذاره و من به راحتی میتونم دفاع کنم، مسئله ای نیست. پیاده ما الان آچمزه، باید حواسمون باشه. خب ببینیم حریفمون چی کار میکنه. خب 8 دقیقه و 16 ثانیه ما زمان داریم، 7 دقیقه و 40 ثانیه حریفمون زمان داره. بعد همونجور که فکرش رو میکردیم در واقع اومد و این پیاده ما رو آچمز کرد. مسئله نیست، من میتونم اسب بازی کنم، اسب H5 بازی کنم. نمیتونه اسب ما رو بلند کنه چون دیگه پیاده ای توی این ستون نداره. آره من میتونم همین حرکت رو بازی کنم. بریم اسب H5 بازی کنیم. در واقع دفاع دیگه ای فکر نمی کنم، الان من چیز دیگه ای نمی بینم. حالا بعد از اینکه شاهمون هست در واقع قطر رخش بلند کردیم،
میتونیم حتی تهدید گرفتن این فیل رو هم داشته باشیم. حمله ما گفتم یادمون نره باید توی این جناح باشه. پس زمانی که تکلیف این تهدید حریفمون مشخص شد، ما میریم و به حمله جناحی خودمون که جناح وزیر باشه میپردازیم. خب حریف داره همه مهرهاشو وارد این خونه میکنه که در واقع فشار بیشتری وارد کنه. خب البته بلاندر کرد دیگه. ببینید من الان میتونم به راحتی وزیرش رو بگیرم. کاری که میتونه بکنه اینه که اسبمو پس بگیره یا مثلا کیش بده که خب من میتونم به این خونه برم و کیشش هیچ ثمری هم نداره، نهایت یک کیشه. یا در نهایت میتونه این کارو بکنه که خب من نمیتونم بزنم ولی رخم رو میتونم از معرض در واقع فیلش نجات بدم. بریم وزیرش رو بگیریم. توی ریتینگ های پایین معمولا نمیبینن حرکات اسبو، چون که حرکت اسبی ال شکل هست نمیبینن و الان هم حریف انصراف داد. بریم سری بازی بعدی. 433 از کشور میانمار یا بروما. ما با مهره سفید هستیم. بریم و پیاده D4 رو بازی کنیم. خب C6 دفاع خوبی نمیتونه باشه. نهایت میتونه مثلا اینجا پیاده D5 کنه و یه جورایی این خونه رو کنترل کنه. حالا که حریف به ما اجازه داره در واقع ما مرکز رو به راحتی کنترل کنیم، میتونیم اینجا D4 کنیم و در واقع 2 تا پیاده توی مرکز داشته باشیم، یا هم نه اصلا میتونیم اسب فیلمون رو همین ابتدا در واقع گسترش بدیم. ببینیم حریفمون چی کار میکنه. خب اسب، ببینید اسب هیچ وقت توی ستونهای کناری جای خوبی برای مانور دادن نداره. یعنی در واقع اسبی که مرکز باشه، شما فرض کنید این اسب اگر مثلا اینجا می بود، اشتباهش هم همین بود که خب پیاده رو رون توی خونه در واقع C6 دیگه. این خونه اسبه، نباید شما پیاده تو بیاری اینجا. اسب اگه اینجا باشه ببینید چند تا خونه رو کنترل میکنه. این یکی، این 2 تا، این 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، در واقع 7 تا، 8 تا خونه رو اسب میتونه کنترل کنه. اما اسبش رو که آورد اینجا در واقع از چند تا خونه خودش رو محروم کرد. خب بریم گسترش بدیم، سوار سبک خودمون رو گسترش بدیم، مسئله ای نیست. بعد میتونیم پیاده رو برونیم، بریم پیادهمون رو هم برونیم، مسیر این فیلمون رو هم باز کنیم. نمیدونم حریفمون میخواد چی کار کنه. قاعدتا خوب بازی نمیکنه. حریف قبلی ما خیلی بهتر بازی کرد جز اون بلاندری که انجام داد. خب من این فیلم رو هم دوست دارم گسترش بدم. خب اینا خیلی به جای خاصی نمیرسه. من اسبم رو هم گسترش میدم. این فیلش رو هم که کاری نمیتونه بکنه. خب من نمیدونم واقعا اومدن وزیر اینجای بازی چه سودی براش داره. چی کار میتونیم بکنیم؟ بریم قلمونو بریم. خب حالا پیادهش رو روند، در واقع این خونه ضعیف شد. من اگه اسبم رو اینجا بذارم وزیرش رو مجبور بلند کنه. اسب من دیگه کجا داره بره؟ از اینجا جای خوبی نداره بره. من اجازه نمیدم، یعنی تمایلی به زدن ندارم. اجازه دوست دارم اون تعویض کنه. اگه بزنه من با این پیاده میزنم. در واقع این فیلش رو یه جورایی فلج میکنیم دیگه. هیچ کاری نمیتونه بکنه این فیل. تنها نقطه ضعف ما شاید این پیاده باشه، پیاده B2 و در واقع این خونه مرگ دیگه. به نظرم وزیر هیچ وقت نباید وارد قطرهایی بشه که خودش رو بخواد با گرفتن یه پیاده در واقع معطل گرفتن یه پیاده بکنه همه انرژی و توانشو. به نظرم یه دامه هیچ وقت نباید تو این دام بیفتی.
حالا این وزیر اگه اینجا نباشه، چون شاهش قلعه نرفته و این پیاده‌ش هم اینجا نباشه، مثلا من میتونم در واقع کیش بدم و این اسبش رو بگیرم. خب این فیل خوب من است، دوست ندارم تعویضش کنم. چیکار کنیم؟ خب من دوست ندارم فیلش رو تعویض کنم، فیلم رو تعویض کنم. از طرفی هم این فیلش در واقع فشار زیادی رو توی این خونه وارد میکنه. خب اگه من تعویض کنم بزنه، میتونم اینجا فشار بیارم، پیادهش رو بگیرم، دفاع داره، اسب بازی کنم، فیلش رو اول وزیرش رو بلند کنم. بریم تعویض کنیم. دوست ندارم در واقع فیلش رو توی این قطر. خب من وزیرم رو دوست دارم توی خونه B3 بذارم و اینجا یه تهدید ایجاد کنم، ببینم متوجه میشه یا نه. روخامون هم باید به نظرم سریع وارد بازی کنیم. خب کار بیفایده‌ای بود دیگه. در واقع الان فقط تنها کاری که کرد رخش رو در معرض ضرب وزیر من گذاشت و ببینید اصلا متوجه نیست، توی باغ نیست این دوستمون و الان به راحتی اینجا کیش میخوره. حالا اگه فقط میتونه با وزیر دفاع کنه، چاره دیگه ای نداره و من به راحتی اسبش رو میگیرم. خب بریم اسبش رو بگیریم. تمومه دیگه این بازی. دیگه به نظرم 9 امتیاز جلو هستیم. فقط باید سریع اگه ماتی بتونیم پیدا کنیم بهتر، اگه نتونیم وزیرها رو تعویض کنیم و سریع وارد آخر بازی بشیم و بازی رو ببریم با چند سوار بیشتر. خب اسبمون رو سریع وارد بازی کنیم. پیاده هم من میتونم بگیرم. خب حالا قلعه رفت، کار خوبی کرد. چیکار میتونیم بکنیم؟ بریم پیاده های جناح وزیرمون رو برونیم. خب اینا که دیگه هیچ کاری نیست دیگه، در واقع الکی بازی با اسبه، کار خاص دیگه ای نمیتونه بکنه. چون این جناح باز شده، ببینید من دوست دارم الان پیاده هم رو برونم، به خاطر اینکه من درسته در واقع پیاده های من این مسیر رو نشون میده که من باید به سمت جناح شاهش حمله کنم، ولی این مسیر چون بازه من دوست دارم در واقع پیاده های این جناح هم رو برونم. خب وزیر ما رو تهدید به گرفتن کرده، ما میتونیم یه جورایی وزیرها رو تعویض کنیم. دوست دارم وزیر رو تعویض بشه، سریع وارد آخر بازی بشیم. خب خیلی هم اتفاقا خوب شد. الان دیگه پیاده ما به راحتی میتونه به جایگاه وزیری برسه. خب من میتونم اینجوری دفاع کنم، بزنه، میزنه، این پیاده ها میتونم اینجا بذارم، یا هم نه میتونم اسبمو بلند کنم، هر جایی اسبمو بذارم به هر حال این خونه من زیر ضرب. بریم این کارو بکنیم، به نظرم بهتره. 4 دقیقه و 46 ثانیه ما زمان داریم، در واقع حدود 7 دقیقه آقای مت زمان داره. اسم آیدیش آی ام مت.
خب نمیدونم چرا این کارو کرد دوست عزیز. خب میزنم اینو با پیاده. نداره بزنه چون که با اسب میزنم. خب اینم ریزاین کرد. 2 تا بازی امروز انجام دادیم، حدود 16 دقیقه در واقع ویدیو گرفتیم. زمان داریم فکر میکنم برای یه بازی دیگه هم بریم یه بازی دیگه هم انجام بدیم. بازی سوم ریتینگ 429 از کشور امریکا و اینم بازی رو ابورت کرد، قسمت نبود بازی کنیم. بریم یه بازی دیگه. خب ریتینگ 445 از کشور فرانسه. ما دوباره با مهره سفید هستیم. بریم دوباره پیاده D4 بازی کنیم. خب فیلمون رو گسترش بدیم. همون ساختار بازی قبلی رو بازی میکنیم تا به تسلط کافی توی این ساختار برسیم. ریتینگ با 448 هست، ریتینگ حریف 445. اگر ببریم بازی رو 16 امتیاز در واقع کسب میکنیم. بریم این قطر رو هم ببندیم، مسیر قطر فیلمون رو باز کنیم، اسبمون رو گسترش بدیم، ما هم بریم اسبمون رو گسترش بدیم. این فیلش الان گیر کرده اینجا دیگه. ببینید فیلای من الان هر دوتا مسیراشون بازه، اما فیل ایشون گیر کرده. من اینجا قطعا تعویض نمی کنم. دوست دارم اگر تعویضی قرار صورت بگیره توی این خونه صورت بگیره که رخ من از اینجا در واقع بتونه فشار زیادی روی جناح شاه حریف وارد کنه. خب من دوباره نمیزنم. اگر بزنه من با این پیاده میزنم، دوباره همون ساختار ما شکل میگیره. بله دقیقا همون حالت ایدئالی که میخواستیم شد. قطر ما بازه، جناح در واقع پیاده های ما جناح شاه نشون میدن و یه بازی خیلی در واقع تهاجمی رو میتونیم الان شروع بکنیم. اسبمون هم باید گسترش بدیم، فیلمون هم باید گسترش بدیم. هر کدوم گسترش بدیم خوبه به نظر من. بریم اول فیل رو گسترش بدیم. اگر برونه خب من میزنم دیگه. خب روندن پیاده‌های کناری هیچ کمکی بهش نمیکنه. من گسترش اسبم رو هم تکمیل میکنم. خب روندن این پیاده هم بهش کمکی نمیکنه. بریم وزیرمون رو اینجا بذاریم، یک مقدار به این پیاده فشار وارد کنیم. قله بریم. هنوز خیلی به ما فشار وارد نکرده در واقع با کیش. حریفمون هم مشخصا اصلا اصول شروع بازی رو رعایت نمیکنه. بازی الکی با پیاده هیچ فایده‌ای براش نداره، به خاطر اینکه سواراش اصلا گسترش نداده، قله نرفته. به نظرم اصلا وضعیت خوبی نداره. من همین جای بازی دوست دارم یک کیش بهش بدم. پیادهش رو بگیریم. با اسب نمیتونه بزنه، آچمزه. اگه با فیل بزنه با وزیر میزنیم. دوباره باز اسبش نمیتونه بزنه وزیر ما رو چون آچمزه. خب فیلمون رو بلند کرد از این نقطه. من دوباره این پیاده رو میتونم بزنم مفته. چرا؟ چون که دوباره نمیتونه با اسبش بزنه چون که اسبش آچمزه. این پیادهش رو هم بزنیم. تقریبا با این ساختار به نظرم امیدی به حتی گرفتن مساوی هم نداره این دوستمون. خب چی کار میتونیم بکنیم دیگه؟ خود اسب ما رو بزنه، فیل ما رو بزنه. خب دفاع داره فیلمون، مشکلی نیست.
من خیلی دوست دارم یه جوری این اسبم رو هم وارد بازی کنم، ولی فعلا جایگاه خوبی براش ندارم. اسبم رو یه جوری وارد بازی کنم، اینجا بیام میزنه، با رخ میزنم، رخم وارد بازی میشه. خوبه، این حالت رو من دوست دارم. آره که الان حتی اگه بخواد با اسبم بزنه من یه چنگال میزنم، رخشو میگیرم. اگرم نزنه که خب اگرم با این اسبش بخواد بزنه که خب من با رخ قطعا میزنم. آره بریم همون نقشه‌ای که داشتیم و عملی کنیم. همچنان این فیل ما دفاع داره، حواسمون هست. این رخ بعدیم رو هم سریع وارد بازی کنیم و اگه بشه شرایط ماتی ایجاد کنیم. حواسمون فقط باید به این قطر باشه، به این قطرم باشه که اینا قطرهای در واقع باز بازی هستن. خب چیکار کنیم؟ کیش بدیم. اینجا یه دونه کیش داریم. اگر کیش بدیم تو این قطر در واقع توی این ستون که نمیتونه بیاد شاهش، تنها جایی که داره بیاد اینجاست. بریم این کیشو بدیم. کیش دیگه ای نداریم. بیایم اینجا میزنه. بیایم اینجا چیزی عایدمون نمیشه فکر میکنم. بریم این رخمون هم وارد این ستون باز کنیم. این رو هم داشتم بزنم ولی فکر میکنم اینجا رخهای من در واقع دو پشته میشن و کارایی و کیفیت بهتری دارن برای حمله. خب ببینیم که حرکت بعدی حریفمون چی میتونه باشه. میتونیم اینجا تعویض کنیم دوتا رخامون رو با یه وزیرش، ولی خب دوتا رخ با یه وزیر تقریبا شاید دوتا رخ بهتر باشه. در واقع دوتا رخ میشه 10 امتیاز ولی وزیر 9 امتیازه. حالا که در واقع فیلش رو از این خونه بیرون آورد و اشتباه خیلی بزرگی کرد، من یکیش اینجا دارم. در واقع ببخشید یکیش اگه شاهش بیاد توی این خونه من یکیش اینجا دارم. خب چی کار کنیم که شاهش وارد اون خونه بشه؟ حتی الان ببینید رخ ما هم میتونه وارد این خونه بشه و کیش بده. بریم اینجا یکیش بدیم اذیتش کنیم. اشتباه کرد دیگه، فیلش آورد اینجا. خب اینجا کیش نداریم میزنه. یکیش دیگه من اینجا بهش میدم. خب الان اگه من اینجا بهش کیش بدم چی میشه؟ ماده میشه یعنی؟ بله مات شد. خب ممنون که بازی رو نگاه کردین. 3 تا بازی انجام دادیم، 25 دقیقه زمان گرفت. اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین حتما لایک کنین، ویدیو رو با بقیه به اشتراک بذارید و ممنون میشم اگه نظر یا پیشنهادی هم دارین توی کامنت ها بگین که توی بازی بعدی بتونم پیاده کنم. مرسی که با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.